در مسکو قبل از برگزاری کنفرانس سالانه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در بینای مرکز خبری 26 فعال مخالفین بازداشت شدند. آنها مقصد داشتند که نامه را به رئیس جمهور روسیه تسلیم نموده رهایی محبوسان به عقیده آنها سیاسی را در میان گذارند. روز پنجشنبه به مناسبت 97 سالگی سابق کاتب گنرالی حزب کمونیست اتحاد شوروی لیونید برژنف در دیوار استقامتگاه او در شهر مسکو لوحه یادگاری نصب شد. تشبوس گذاشتن این لوحه از طرف حزب کمونیست روسیه و حزب حاکم روسیه واحد مطرح شده است. برژنف ماه نوامبر سال 1982 بعد 18 سال رهبری اتحاد شوروی وفات کرده است. در پایتخت اوکراین شهر کیف 50 حقوقشناس با لنت سیاه در تن ظهور نمودند. آنها تاکید می‌کنند که حقوق آنها به طور منظم پایمال می‌شود و نظام عدلیه اوکراینی امکان نمی‌دهد که آنها از حقوق افراد زیر حمایه‌شان دفاع کنند. در اوکراین هنوز هم گردهمایی‌های طرفداران همپیمانی اوکراین با اتحادیه اروپا ادامه دارد. در شهر شمال و غربی پیشور پاکستان سازمان‌های مسیحی به قربانی‌های 2 ترکش در کلیسای این شهر کمک تقدیم نمودند. 45 عائله قربانی‌های ترکش‌های ماه سپتامبر تخمیناً 15,000 کالدار یا خود $140 دریافت نمودند. حمله بالای کلیسای کاهتی باعث مرگ 80 کس و جراحت برداشتن 10 نفر دیگر شده است. در منطقه کوهی نارین قرقیزستان تطبیق آزمایشی لایحه کتابخانه سیار آغاز یافت. اکنون خواهشمندان در مناطق دوردست امکان خواهند داشت کتاب و نسخه های دیجیتالی کتاب ها را در مکان بود و باششان قرائت کنند. اجرای کامل این لایحه در ماه ینور شروع خواهد شد. خوانندگان جوان در دهه تاشتابا طول 1 هفته با اثرهای کتابخانه سیار آشنا شدند و اکنون آنها طلب دارند کتابخانه به همین زودی ها به دهه آنها برگردد.